درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیویی که دارم براتون میگیرم یه توضیح کلی در رابطه با سطح آیک ترک استانبولیه و اینکه قبل از اینکه بخواید شروع کنید یه ذهنیت درستی در رابطه با این سطح داشته باشید و که هم توقع درستی از خودتون داشته باشید، همین که توی مسیر کمکتون کنه که بدونید دقیقا هر جایی باید مثال چه چیزایی رو یاد گرفته باشید، چه جوری باید بخونید، اصلا زبان آموز سطح آ1 باید چیا رو بلد باشه، چیا رو مثال بلد نباشه اوکیه براش. یعنی یه دید کلی بهتون بده که توی سطح آ1 بتونه کمکتون کنه که میخواید پیش برید انگیزتون رو از دست ندید. چه ویدیو رو از طریق یوتیوب میبینید چه از طریق وبسایت میبینید، خوش آمد میگم بهتون. و اینکه در همین گام نخست اگر دوست دارید سطح ترکی استانبولی خودتون رو بدونید چجوریه، مثلا آ1 آ2 یا هر سطح دیگه ای دارید، میتونید توی ربات تعیین سطح شرکت کنید که رایگان هم هست. لازم هم نیست شما رو تماستون رو ثبت کنید. لینکش رو توی صفحه وبسایت میذارم، همین که توی دیسکریپشن یوتیوب، که حالا اگه دوست داشتید سطحتون رو بدونید دقیقا کجایید، تعیین سطح هم کرده باشید. یه تعیین سطح استاندارده. بریم سراغ سطح آیک ترکی استانبولی که خیلی میگن مهم نیستش که حالا سطح آیک رو سریع رد کنم، آدو رو بخونم، بعد آدو رو هم بپرم برم نمیدونم به یک به دو. فکر میکنن که هرچی مثلا سطح اون سطحی که مثال میخوام بخونن بالاتر باشه مثلا بهتره و نمیدونم ترکیشون خفنتره و فلان و اینا. و اینکه به آیک به چشم این نگاه میکنن که بابا من که اینو مثلا به بچه خاله نمیدونم مادر بزرگ همسایه‌مون یاد میدم، اینا اصلا واسه چی باید روش عمیق بشم و فلان و اینا. با همین ذهنیت اشتباه وارد ترک استانبولی میشن تا آخرش یهو میبینید مثال طرف اومده 6 سال 7 سال ترکیه است، 10 سال ترکیه است، هنوز یه مضاف مضافون الیه ساده رو نمیتونه بسازه و اینکه فقط فکر میکنه که بلده و اینکه از چی نشد میگیره؟ از جدی نگرفتن سطح آیک. من سعی میکنم ویدیو رو زیاد طولانی نکنم چون دوستان ببینن به راحتی و سریع. بریم روی اسلایدا. البته اسلایدا برای خودمه، رو اسلایدا فقط صحبت میکنم، وقتی شما هم میتونید ببینید. کلا سطح آیک ترک استانبولی چیه و چرا مهمه؟ چون که پایه ترکی استانبولیه. شما مثل یه مهندس عمران که بخواد ساختمون بسازه، مثلا ما میریم میبینیم پی ساختمون رو دارن این آجورا رو میذارن روش، نمیدونم کیسه زباله میذارن که مثال از این ور به اون ور رطوبت منتقل نشه که بخواد مشکل به وجود بیاره توی پی ساختمون. یه ظاهر ساده به قول معروف شاید حتی زشت، یا مثلا تو نگاه اول مثلا بگیم این مثلا چرا اصلا اینو بعد واسه ساختمون بسازن، این چه اهمیتی داره؟ ساختمون مثلا حمومش مهمه، ساختمون نمیدونم گچبریه، نمیدونم پذیرایش مهمه، نمیدونم فلان اتاقش مهمه، نمیدونم اینجوریش اونا مهمه. ما چرا مثلا اینا رو اصلا باید براش وقت بذاریم؟ روی همین حساب یه مقایسه میکنم با ترکی. شما آیک رو دقیقا همون پی ساختمون در نظر بگیرید که شاید به نظرتون یه چیز خیلی ساده باشه و اینکه قشنگ نباشه و اینکه شاید در نگاه اول مهم نباشه، ولی شما اینجوری حساب کنید که اون ساختمونی که مثال شما توی منطقه لوکس خفن میرید مثلا میبینید نمیدونم فلان در رو داره، فلان اتاق رو داره، فلان آشپزخونه رو داره، اگر پیش مشکل داشته باشه مفت نمیارزه اون ساختمون. چرا؟ چون آسیب پذیره. یعنی مثلا یه زلزله بیاد، یه مشکلی پیش بیاد، نمیدونم یه هر چیزی بشه، ساختمون میاد پایین، خراب میشه. هر چقدر که زیبا باشه، هر چقدر که شما سطح G1 G2 رو خونده باشید، نمیدونم فلان رو انجام داده باشید، پایه کارتون خراب باشه با یه ضربه میریزه ساختمون. سر همین آیه که ترک استانبولی مثل پی ساختمونه که خیلی 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 مهمه، که باید خیلی روش مانور بدید، زمان بذارید.
از روش نپرید روی این حساب که بگید اینو که بلدم اونو که بلدم و فلان و اینا. و اگه خوب یاد بگیرید سطرهای بعدی براتون راحت تر میشه. یعنی اینجوری نیستش که مثال آیکو مثال از روش بپرید یا مثلا سری بخواید ردش کنید بعد بگید نمیدونم حالا تو به یک فلان حالا تو به دو فلان. آیکو یاد نگیرید متوجه نشید تو به یک به مشکل میخورید، تو آدو به مشکل میخورید، تو ج به مشکل میخورید و متوجه میشید که مثلا فلان مضاف الیه ساده ای که من گفتم از روش بپرم میبینید جلوتر یقه یادم رو میگیره. سر همین اول بسم الله وقتتون رو بذارید قشنگ خوب این سطح رو بخونید. خیلی مهمه سطح آیک ترکی استانبولی. خب در سطح آیک دقیقا چه توانایی رو میسازیم ما؟ خیلی پیچیده نیست سطح آیک برای اینکه بخوایم باهاش صحبت کنیم. یعنی کلا شما 2 تا زمان کلی ترکی استانبولی رو یاد میگیرید. زمان حال ساده با گذشته ساده. یعنی عملا شما توی مکالمات پیچیده و نمیدونم پیشرفته اصلا نمیتونید وارد بشید. سر همین مثال سطح آیک رو میخونید توقع نداشته باشید مثال بخواید برید نمیدونم خاطره تعریف کنید یا مثلا بشینید بحث سیاسی کنید یا مثلا صحبت پیچیده. 2 تا زمان رو یاد میگیرید. زمان حال یوردار مثلا گیدیوروم در حال رفتنم با گذشته ساده گیتیم رفتم. سر همین بیشتر توی سطح آیک ما جملات ساده معرفی خودمون نمیدونم اینو متوجه میشیم که طرف مقابل قالبی که داره از آن میپرسه سوالی هست نیست، نمیدونم شغلمون رو بگیم، خودمون رو معرفی کنیم، دوستمون رو معرفی کنیم، 1-2 تا جمله بهمون میگه بفهمیم چی به چیه. صرفا همین. خیلی که این در واقع اصلا توقع مکالمات رفت و برگشتی نباید داشته باشید از خودتون. جملات ساده روزمره. مثلا میخواید برید یه خرید ساده بکنید 2 تا جمله بتونید بگید در همین حد. یعنی اصلا قرار نیستش عذر میخوام توقع زیادی از خودتون توی سطح آیک داشته باشید. بعد چه انتظارات اشتباهی رو نباید از سطح آیک داشته باشیم. ما سطح آیک باشه فیلم نمیتونیم ببینیم حقیقتا و بفهمیم و لذت ببریم. حتما باید با زیرنویس ببینید. فکر نکنید آیک خوندید حالا بشینم فیلم بدون زیرنویس ببینم همچین کاری اشتباهه. نباید انتظار داشته باشید آیک خوندید صحبت کنید دیگه. دوباره تاکید میکنم نباید توقع داشته باشید. نباید چون مطالب سادن بگیم مثلا این که مهم نیست اهمیت نداره بپرم از روش دیگه. و اینکه اصلا نباید عجله کنید برای عبور کردن از سطح آیک. قشنگ زمان بذارید. اگه با هر کتابی که دارید میخونید قشنگ زمان بذارید، تمریناشو انجام بدید. چه با ما کلاسای ما رو شرکت میکنید چه کلاسای سایر دوستان رو شرکت میکنید. قشنگ زمان بذارید روش، عجله نداشته باشید. در کل این سطح یه تنظیم کننده به قول معروف ذهن و مغز زبان آموز برای شروع ترکی استانبولیه. همون پی ساختمون که بهتون گفتم. سر همین خیلی عجله نکنید. خیلی مهمه سطح آیک ترکی استانبولی. سطح آیک رو چجوری بخونم نتیجه بهتری بتونم ازش بگیرم؟ زمان، تکرار، عجله نکردن، حفظ قالبای ساده، جمله سازی. یعنی همون 2 تا زمانی که میخونیم هی باش جمله های ساده کوتاه بسازید برای خودتون. یعنی مثلا دوباره نمیدونم هر فعلی، حالا دقیقا الان نمیخوام بگم، فعلایی که به قول معروف توی این سطح یاد میگیرید و تو گرامرهای مختلف برای خودتون باش جمله های ساده بسازید. جملات فلسفی سعی نکنید نمیدونم در رابطه با تاریخ فلسفه نمیدونم قرون وسطا توی زمان مثلا نمیدونم جنگ های صلیبی برای خودتون جمله بسازید. جملات ساده کوتاه و الگوهای تکرار شونده که توی مثال مکالمات روزمره به کار میره. نه دوباره چیزای عجیب غریب. با چیزای ساده شروع میکنیم، جملات ساده میسازیم، عجله نمیکنیم، سعی میکنیم اون قالبایی که حالا داریم تمرین میکنیم و بفهمیم، نه فقط حفظ کنیم. موقعی که میفهمید حفظش هم براتون راحت تر میشه. اصلا کلا میگن لغاتی هم که میخواید کلا توی پروسه یادگیری ترک استانبولی
حفظ کنید سعی کنید با جمله حفظ کنید. سر همین هم مثلا ما یه چالش طلایی هم داریم که یه دوره کامله برای آموزش ترکی استانبولی و کارای ارزم به خدمت شما پشتیبانی و یه سری امکانات داره. یه دیکشنری اصلا من دقیقاً به خاطر همین اضافه کردم به کلیت کار، که این که مثال شما کلمه میخواید حفظ کنید، کلمه رو توی جمله بتونید ببینید که مثال چه مفهومی داره. اینجوری لغت رو خیلی راحت تر میتونید حفظ کنید. سر همین تو قالب سعی کنید کلمات رو یاد بگیرید. و مورد بعدی چطور سطح یک رو بخونم. در سطح یک چه چیزایی مهمتر از استعداد زبان آموز بزرگواره؟ اینه که استمرار، صبوری، تکرار، این ستا که قبلا هم گفتم بهتون. دوباره میخوام تاکید کنم روی استمرار. شما به قول معروف لازم نیست 2 هفته روزی 8 ساعت ترکی بخونید. 1 سال روزی نیم ساعت ترکی بخونید، خودتون شگفت زده میشید از پیشرفت ترکیتون. صبوری، تکرار، توقع زیاد از خودتون نداشته باشید، اشتباه میکنید خودتون رو سرزنش نکنید، و اینکه روزانه با ترکی درگیر باشید. روزی نیم ساعت زمان بذارید، اگه تونستید روزی 1 ساعت زمان بذارید، اگه شد روزی چه بهتر که مثلا 1 ساعت هم فیلم ببینید در کنار ترکی خوندن. در کل کسی توی پروسه زبان آموزی از سایرین سرعت بیشتری داره که مداومت داره و منظمه، روزانه مثال هر روز درگیره با زبان ترکی استانبولی. سر همین استعداد خیلی خوبه، ولی استعداد بدون استمرار و صبر و تکرار و اینا شکست میخوره. پس سعی کنید استمرارتون رو حفظ کنید. چطور بفهمیم سطح آیک رو درست یاد گرفتیم؟ توی سطح آیکو که گذروندید، زمان حال یوردار که مثلا یه کاری رو در حال انجام دادنشیم و زمان گذشته رو یاد میگیریم، اینه که شما بتونید خیلی ساده خودتون و حالا دور اطرافیانتون، پدری، مادری، دوستی، کسی، بتونید معرفی کنید در حد 2-3 تا جمله، جملات ساده که بهتون میگن و متوجه بشید. بتونید مثال سوال ساده بپرسید، سوال حالا پیچیده دوباره میگم نه ها، سوال ساده. مثلا میتونم اینجا بشینم؟ میتونم مثلا منو رو بگیرم؟ این غذاتون مثلا قیمتش چنده؟ این نمیدونم فلان. اصلا باید سوالات ساده بپرسید که ساده جوابتون رو بدن. خب یعنی شما مثال قالب مثال پیچیده حفظ کنید، سطحتون آیکه. خب برید مثلا چت جی پی تی یا جمینی یه جمله سخت نمیدونم فلان بگیرید، بعد بخواید برید اون رو استفاده کنید. اون سوال رو به شما پیچیده پاسخ میده، سر همین متوجه نمیشید. پس سعی کنید همیشه تو سطح خودتون سوال بپرسید، یعنی همین سطح آیک، یعنی اطلاعات شخصیتون رو میتونید بگید، روزمره صحبتایی مثال خرید، رفتن اومدن اینا رو میتونید پایان سطح آیه اگر درست خونده باشید از پسش بر بیاید. و اگه اشتباه نکنم اسلاید پایانی، جمع‌بندی و ذهنیت نهایی برای شروع سطح آ1 شروع ترکی استانبولیه. حتی من میگم که شما J1 هم بخونید بازم شروع ترکی استانبولیید. عجله نباید داشته باشید، یه سفر خیلی طولانی دارید برای تسلط به ترکی استانبولی که تو کل مسیر، حالا اگه کلا با پرشین کلتور همراه باشید، برای تک تک مراحلش من براتون برنامه‌ریزی دارم، چه کلاس مکالمه باشه، چه کلاس مثال به قول معروف دوره‌های آموزشی باشه، چه کلاس باشه. در کل تو ذهنتون باشه که یه سفر خیلی طولانی دارید برای تسلط به ترکی استانبولی. من میگم حداقل 5 سال. خب سایر دوستان میگن تشریف بیارید تو 30 جلسه ترکی استانبولی 0 تا 100 زبان مادری صحبت کن. من نمیگم دروغ میگن، میگم که کل واقعیت رو بهتون شاید نمیگن. تسلط به ترکی استانبولی حداقل 5 سال زمان میخواد. سطح یک شروعش عجله نداشته باشید، روتین برای خودتون بسازید توی موقعی که شروع میکنید و حالا ادامه میدید. و اینکه دوباره تاکید میکنم پی ساختمون ترکی استانبولی آیکه، بی اهمیت در نظرش نگیرید.
هر چقدر بهتر آیک رو بخونید جلوتر راحت ترید. پس یه بار کاری که باید بالاخره اون آخر انجام بدید، به آیک تسلط پیدا کنید، همین اولش انجام بدید. البته یه نکته خیلی مهم اینه که شما کامل نمیتونید همون اول به بسم الله به آیک مسلط بشید. خب یه سری مطالب هستش که ما وقتی جلوتر میریم میتونیم مثال به عقبی یا مسلط بشیم. این هم تو ذهنتون باشه. احیانا اگر یک چیزی خیلی براتون گنگ و غیر قابل فهمه، بپرید از روش، بپرید جلوتر، مثال رفتید آدو، برمیگردید دوباره میخونید. منظورم از اینه که مثال میگم وقت بذارید، این نیستش که قفل چید بشینید همونجا تا بفهمید. اینم تو ذهنتون باشه که یه سری موارد رو جلوتر شما متوجه میشید. و اینکه نه تو این مرحله، تو تمام مراحل ترکی خوندن هدف کامل بودن نیست. خب از اشتباه کردن نترسید، هدف ادامه دادن و روتین داشتنه. و اینکه تا جایی که میشه امکان داره سعی کنید اون پایه رو مرتب منظم بچینید برای خودتون. روتین قشنگ داشته باشید، دفتر قشنگ برای خودتون تهیه کنید، نمیدونم جزوه، خودکار، قشنگ زمان بذارید برای ترکی خوندنتون که بهترین نتیجه رو بگیرید. ویدیو از این طولانی تر نشه. سوالی موردی هرچی بود توی کامنت ها برام بنویسید. لینک ربات تعیین ساعت هم میذارم براتون. سایر مواردم توی دیسکریپشن یوتیوب مینویسم، توی سایتم مینویسم براتون. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعد.